سلام دوستان، حالتون چطوره؟ همیشه سعیم بر این بوده که شما به صورت مستقیم متصل بمونید که هم هزینه خودتون بیاد پایین‌تر، هم کانفیگ هایی که به دست عزیزان میرسه ارزونتر باشه در واقع و یه سری ریسکا هم بیاد پایین‌تر. واسه کسایی که مستقیم کار میکنن علاوه بر ترفندهایی که وجود داره، آی پی تمیز همیشه باید در دسترسشون باشه. این دوست عزیزمون یک صفحه‌ای درست کردن که میتونید کانفیگ های خودتون رو، دیگه نیاز نیست برید بسازید کانفیگ کاستوم بسازید، کافیه که بیاید از این قسمت مثلا و کانفیگتون رو به این صورت از این قسمت کپی کنید، بیاید اینجا و پیستش کنید. حالا نوع کانفیگتون، مثلا ما این کانفیگ اسمشو نبره و کافیه که به این صورت بزنیم و اضافه میشه و اگه این رو از این قسمت کپی کنیم متن کپی میشه. میایم اینجا یک فایل تکست باز میکنیم، این رو اینجا پیست میکنیم، از این قسمت سیو از و حالا این رو میایم ما به صورت جیسن ذخیرش میکنیم. به همین راحتی دیگه این دوستمون کار رو به درستی برای ما در آورده. حالا کسی میخواست از فصلی استفاده کنه، از هر کانفیگ دیگه ای خواست استفاده کنه، به راحتی میتونه این کار رو انجام بده. حالا من میام توی قسمت تولز، اد کاستوم کانفیگ رو میزنم و این کانفیگ رو اینجا اضافه میکنم. حالا ببینیم اوکی هست یا خیر. یه چند ثانیه منتظر میمونیم اون که ساکسس داد. حالا اگر من اینجا شروع کنم به اسکن کردن، شروع میکنه به گشتن برای من که آی پی تمیز پیدا کنه. البته من وقتی که میخواستم مثلا این مدل کانفیگ ها، یعنی کانفیگ الان این فصلی هستش، خب الان من اگه بخوام این رو اینجا پیست کنم یه سری ایرادات ریز داره. حالا امیدوارم که این دوستمون این موارد رو ببینم. این چه کانفیگ بود؟ خب ویلس، این الان من فصلی رو وارد کردم. خب من الان میام یه دونه کانفیگ فصلی هم وارد کنم اینجا، ویلس هست و میبینیم که برای ما تبدیل کردش. حالا ببین کانفیگ الان این هاستش، اگه ما بریم چک کنیم از این قسمت، این که هاستش رو جا به جا نوشته، هاست و استنایش رو. اینا رو حواستون باشه بچه، یه زمانی این موارد رو فراموش نکنید که رعایت کنید. ببین رفیق سازندمون، ببین اینجا هم باز باید تبدیل بشه به true، ولی خب واسه فصلی و اینا حواستون باشه به این داستاناش، ولی کلیت حالا جا داره یه خورده بهتر هم بشه.